یعنی مقصد از عصر وقت است. الله سبحانه و تعالی برای من و شما قدری و عظمتی وقت بیان میکنه. زیرا در قرآن الله سبحانه و تعالی به هر چیزی که قسم یاد میکنه قسم میخوره، یعنی قسم یاد میکنه. هدف از قسم یاد کردن او بزرگی و یا گفتن است. یعنی با وقت قسم یاد کرد تا اینکه من و شما بفهمیم که وقت بسیار چیزی بزرگ است و بسیار چیزی با ارزش است. بیهوده باید صرف نشود، ایرا باید قدر کنیم. وقت والعصر ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر، همانا اکثر انسان ها در زیان هستند. الانسان، ببینید الانسان آمده است، اکثر انسان ها در زیان هستند. بعد الله سبحانه و تعالی استثناء میکنه، الا الذين آمنوا، مگر آنهایی که ضرر نکردند، زیان نکردند. اونها کدام ها هستند؟ ایمان آوردن در قدم اول و بعد از ایمان آوردنشون عملی صالح کردند. یعنی گفتن لا اله الا الله محمد رسول الله، درست است، کلید در دستشان گرفتن، ولی برای اینکه اون کلید دندانه داشته باشه و در جنت کشایه عملی صالح کردند. و گفتی وهب ابن منبه، درست است که هر کسی که میگه لا اله الا الله او جنت میروه، ولی لا اله الا الله جنت میروه و کلید جنت هست، ولی هیچ کلید بی دندانه نیست. دیده که کلید را که بی دندانه یگان درک شویه، نه، او برای خودش دندانه داره، او دندانه داره. و همین خاطر باید چیز انسان وقتی که ایمان میاره باید عملی صالح کنه. به عملی صالح نمیشه. من لا اله الا الله بگم نماز نخوانم، لا اله الا الله بگم روزه فرض، رمضان اومده است روزه نمیگیرم، بیمار نیستم، هیچ عذری ندارم، لا اله الا الله میگم زکات بالام فرض است حق فقیران رو نمیتونم، لا اله الا الله بگم حج بالام فرض است که در عمر یک مرتبه باید زیارت کعبه بکنم، نکردم، لا اله الا الله میگم زنا کنم، لا اله الا الله میگم شراب نوشم، لا اله الا الله بگم خون بریزانم، لا اله الا الله بگم ظلم کنم، لا اله الا الله بگم حق را ادا نکنم، پدر مادر حقش ادا نکنم، حق اونا را نتونم، لا اله الا الله بگم حق همسر نتونم، لا اله الا الله بگم حق فرزندام نتونم. اخی لا اله الا الله به درد نمیخوره، کمکت نمیکنه. از این خاطر چیز الله سبحانه و تعالی در اینجا استثناء میکنه، انسانیت در خسران است، در زیان است، مگر آنهایی که ایمان آوردند و بعد از ایمانشان عملی صالح کردند. بعد از ایمانشان عملی صالح کردند، مگر آنهایی که ایمان آوردند و بعد از ایمانشان عملی صالح کردند. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، و همدیگر نصیحت کردند به حق، اینکه پیروی از حق بکن. اگرچه در دنیا مشکلات است، پرابلم است، در پیروی کردن از حق مشکل است، سخت است، ولی همدیگر نصیحت کردند که در حق استوار باشند. فما استوار باشند. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، و همدیگر نصیحت کردند به صبر. اگر تفسیر سوره عصر بگیریم اگر طولانی میشه.